قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان ارجمند و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگری از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما گرامیان قرار داریم. در این برنامه باز هم مهمان ما جناب استاد فضل الحق سلیمانی هستند و اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته در رابطه با ورود جناب استاد سلیمانی به شهر زاهدان، شهر حافظان قرآن صحبت داشتیم از این شهر و همچنین در رابطه با شعبه حفظ قرآن و خود حفظ قرآن صحبت‌هایی داشتیم و سخنان ما را در ارتباط باز هم به دارالعلوم زاهدان با جناب استاد فضل الحق سلیمانی و با بقیه انشاءالله فعالیت‌هایشان پی می‌گیریم. جناب استاد سلیمانی گرامی، بار دیگر شما را در استودیو خوش آمد میگم. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم یک به هر حال تصویری از آنچه که در گذشته زندگی بنده اتفاق افتاده تا حدی که مفید هست برای بینندگان عزیز مطرح بکنیم. سلامت باشین جناب استاد گرامی. ما شما در قسمت گذشته برنامه تا جای پیش رفتیم که جناب استاد سلیمانی شعبه حفظ قرآن در دارالعلوم زاهدان تمام میکنن، البته حفظ قرآن کریم، و بعد از آن ما میخواستیم که در باره خود دارالعلوم زاهدان که آیا دارالعلوم زاهدان تنها در شعبه حفظ خلاصه میشه یا اینکه این دارالعلوم شعبه های مختلف داره و آیا میشه که این دارالعلوم تشبیه بتیم به یک دانشگاه؟ بدون شک همونجوری که شما تعبیر دانشگاه استفاده کردید، اگر منظور ما از دانشگاه یک مجموعه علمی تخصصی باشه، بدون شک دارالعلوم زاهدان این اسم برش اطلاق میشه. هرچند که ما بحث اسم دارالعلوم که میاد به حال حوزه علمی اهل سنت هست که حکومتی نیست و یعنی غیر حکومتی هست. گفتن متکی به کمک های مردمی است. متکی به کمک های مردمی است الحمدلله و رمز موفقیتش هم همین هست. و مجموعه دارالعلوم زاهدان یک مجموعه بسیار بزرگ هست که به نام دارالعلوم زاهدان معروف است یا به اسم دارالعلوم مکی زاهدان هم دارالعلوم مکی هستش. دارالعلوم است، حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان، آنچه که سردر خود حوزه علمیه نوشته شده حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان. مکی به خاطر این بهش گفته میشه که مسجد بزرگی در کنار حوزه علمی است که قبلا جدا بوده و الان ملحق شده به خود فضای حوزه علمیه و مسجد اسمش مسجد مکی است. مسجد اسمش مسجد مکی است و الحمدلله الان هم که در سالهای اخیر توسعه عظیمی در این مسجد صورت گرفته به حمدالله و به فضل حکمت ها و تلاش های حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله و مجموعه همکاران عزیزشون یک مسجد بسیار عظیمی با شکوه، عزیزانی که تصاویر اخیر مسجد رو دیده باشن، یک مسجد بسیار عظیم با مناره‌های بسیار زیبا و گنبدهای مختلف ساخته شده که این مسجد اون موقعی که ما بودیم بخش‌هایی از قسمت‌های پایانی مسجد شروع شده بود، اما خود اصل مجموعه گنبدها و مناره‌ها بعد از ما، یعنی در سال‌های اخیر چند سال اخیر شروع شده. مسجد مکی هست، خود حوزه دارالعلوم زاهدان هست، ساختمان دارالعلوم زاهدان که دو بخش داره. هم بخش خوابگاه طلاب هست، بیش از 1300 نفر رو دادن فکر کنم الان، یا شاید تا 1500 نفر
کسانی هستن که اونجا درس میخونن و شبانه روزی همونجا زندگی میکنن. بله. یعنی ساختمان طبقه اول کلاس‌های درسی است و طبقه‌های دیگه خوابگاه استراحت عزیزان هست و در همین محیط زندگی میکنن دیگه. صبحانه و نهار و شامشون مهده خود مجموعه دارالعلوم زاهدان هست و در کنارش یک بخش شعبه حفظ هم داره. شعبه حفظ قبلا جزء خود ساختمان محیط داخلی خود دارالعلوم زاهدان بود کنار مسجد مکی. الان منتقل شده به بخش ایدگاه زاهدان، ایدگاه قبلی، البته ایدگاه جدیدی هم خارج از شهر ساخته شده. ایدگاه قبلی نزدیک است به دارالعلوم زاهدان، با پای پیاده شاید 5 تا 10 دقیقه بیشتر فاصله نباشه و این بخش یعنی بخش شعبه حفظی که ما اون موقع داخل دارالعلوم داشتیم الان منتقل شده به بخش ایدگاه و خوابگاه کسانی که در شعبه حفظ درس میکنن. غالبا حدود 200 نفر تا 300 نفر هم عزیزانی هستن که مشغول به حفظ قرآن کریم هستن که اون بخش کلا شبانه روزی به حفظ قرآن میپردازن. کلاس ها از 1-2 ساعت قبل از نماز صبح شروع میشه، باز 1 ساعت بعد از نماز صبح هست، باز برای صبحانه میرن، باز میان میشینن سر کلاس ساعت 8 تا 11 و نیم، باز استراحتی میکنن، بعد از ظهر باز نهارشون رو میخورن، میان دوباره سر کلاس تا حدودا نماز از تا مغرب تعطیل، باز از مغرب تا عشا باز کلاس دارن، بعد از عشا باز نیم ساعتی کلاس دارن، البته شامشون رو بعد از قبل از نماز میخورن، باز استراحت میکنن. این مجموعه حفظ است. در کنار اینها مجموعه مدرسه ام المؤمنین عایشه صدیقه است که بخش خواهران دارالعلوم زاهدان است. البته به نام مدرسه ام المؤمنین عایشه صدیقه. ساختمانش پشت سر ساختمان برادرهاست، یعنی فاصله شون فقط یک کوچه بینشون هست. این طرف کوچه دارالعلوم زاهدان است، اون طرف کوچه مدرسه ام المؤمنین عایشه، بخش خواهران دارالعلوم زاهدان که اون موقعی که ما بودیم یعنی سال 80 تا 88 حدوداً که من اونجا بودم، خواهران بخش شبانه نداشتن، یعنی فقط بومی بود که اکثر کسانی که اونجا تحصیل میکردن خواهرانی بودن که اهل زاهدان بودن یا از خارج از زاهدان خواهرانی که با خانواده آمده بودن، مثلا زن و شوهر آمده بودن، خانم اون طرف درس میخوان، برادرش این طرف. اما الان اون بخش خواهران هم بخش شبانه روزی داره، یعنی از مناطق مختلف اهل سنت خواهران میدن اونجا و همونجا خوابگاه، همون ساختمان طبقه اول درس میخونن و طبقات دیگه خوابگاهمون هست. علاوه بر این که مجموعه دارالعلوم زاهدان بخش تخصص، اون بخش خود دارالعلوم حالا میخوام بخش تخصص غیر از این حالا بخش شبیه به یک مدرسه است که مثلا بعضیا میگن از کلاس اول یا صنف اول تا 12 غیر از این که به تخصصی تر است. غیر از این که به خود منهج به اصطلاح کلاس ها اینا بپردازیم، بخش درمانگاه‌هایی هم هست که یعنی بیمارستانی داره خود دارالعلوم زاهدان. دارالعلوم زاهدان مؤسسه خیریه‌ای داره به نام محسنین. واقعا یک مجتمع است، یک مجموعه. دارالعلوم زاهدان شعبه‌های مختلف و فرع‌های مختلف داره. علاوه بر این که خود دارالعلوم زاهدان مرکز شورای هماهنگی، یعنی شورای هماهنگی مدارس بلوچستان هم هست که اونجا دفتر اصلیش اونجاست. یعنی یک شورای هماهنگی مدارس بلوچستان دارن که بیش از 15000 حدوداً طلبه رو تحت پوشش قرار میده و چندین مدرسه رو، شاید بیش از 100 مدرسه مختلف حوزه علمی در سطح بلوچستان رو که باز دفتر مرکزی واسهشون اینجا، شورای هر اختلافی داخل دارالعلوم زاهدان است و بخش‌های مختلف داره. یعنی یک مجموعه متکامل هست. ما بیایم روی کلاس‌هایی که در بخش خود دارالعلوم زاهدان، بخش درسیش یعنی حوزه علمی وقتی صحبت می‌کنیم چندین مقطع داره. یعنی بخش ابتدایی داره، کسانی میان که اصلا کلا از صفر شروع میکنن اینجا، یا شاید کسانی که هر سن و سالی که داشته باشن. سن و سال اونجا زیاد ملاک بر سن و سال زیاد سخت نمیگیرن. ورودی برای دوره ابتدایی کسانی میان که شاید 4-5 کلاس هم بیشتر درس نخونده باشن، اونجا شروع میکنن میخونن. بعد از دوره ابتدایی دوره مقدمات شروع میشه. دوره مقدمات رو باز 4 سال دوره مقدمات دارن. بعد از دوره مقدمات 4 سال باز دوره بعدی به اسم دوره سطح معروفه، دوره سطح میخونن، مقدمات و سطح و بعد دو سال هم دوره عالی دارن. دوره عالی که بیشتر به کتابای حدیث پرداخته میشه و تدریس کتابای حدیث که سال آخرش به اسم دوره عالی، 2 سالش به اسم دوره خارج هم بهش میگن. دوره خارج که سال آخرش یعنی دوم خارج میشه، همون دوره حدیث هم. چند سال است؟ 4 سال سطح هست، 4 سال مقدمات، 2 سال هم دوره خارج یا عالی که 2 سال دوم دوره خارج هم سال آخر میشه دوره حدیث هم بهش میگن. و بعد از اون دیگه فراغت تحصیلی شروع میشه. یعنی 10 سال یک دوره 10 ساله است که طول میکشه و منهج‌های مختلفی، تخصص‌های مختلف در این 10 سال تدریس میشه و بعد از اون باز دوره تخصص شروع میشه، تخصص فقه که به اسم فتوا معروف است. بعد از دوره 2 ساله است. بعد از دوره خارج که دوره خارج یعنی
پایان خارج خلاص، یعنی خارج من میشن، فراغت هستم. مولوی میشن. بعد از این دستاربندی و مراسم فوق التحصیلی برای این عزیزانی که سال دوم دوره خارج بودن یا عالی برگزار میشه. بعد از اون باز تخصصش شروع میشه. تخصص‌های مختلف هست در زمینه فقه، مثلا تخصص فتوا میخونن که باز درجه مفتیگری به اصطلاح میگیرن، و تخصص در دعوت هم داره دارالعلوم زاهدان، تخصص در تجوید و قرائت هم دارالعلوم زاهدان داره و تخصص‌های مختلف دیگری که در این سال‌های اخیر اضافه شده بشه. علاوه بر این که دارالعلوم زاهدان یک بخش دیگر هم داره که مقداری تخصصی تر هست به اسم معهد اللغات العربیه و دراسات الاسلامیه، که ویژگی این بخش این است که اصلا خود ورودی به این بخش باید حتما کسانی که وارد این بخش میشن یا حافظ قرآن باشن یا مدرک دیپلم داشته باشن، و این بخش فشرده تر هست نسبت به دوره‌های دیگر، فشرده تر هست. دوره 10 ساله اینجا به 7 سال تقلیل پیدا میکنه. و یک ویژگی دیگه که اینجا داره، 5 سال اول این دوره به اسم معهد عربی هم معروف است بین طلاب زاهدان، که به تدریس به زبان عربی است. یعنی از همون روز اولی که شاگرد سر کلاس میشینه، هم شاگرد هم استاد کلا به زبان عربی تدریس میکنن. یعنی انگار که شما کلاس عربی است، تمام در تدریس و امتحانات و پاسخگویی و سوالها استاد و شاگرد همش به زبان عربی است. اصلا فارسی صحبت نمیشه سر کلاس، و همون فن‌هایی که هست، فنونی که هست و درسایی که هست به زبان عربی تدریس میشه. و یکی از ویژگی‌های دارالعلوم زاهدان است که در این بخش هم، یعنی کسانی که در این سال‌های 5 سال این دوره رو تکمیل میکنن به راحتی میتونن که عربی صحبت بکنن، عربی درس بخونن. و بنده این افتخار رو داشتم که در این بخش من مشغول تحصیل شدم. شما بعد از شعبه حفظ در کدام دوره معهد لغت عربی؟ یعنی من بعد از این که حفظم به پایان رسید، با مشورت در حال دوستانی که اونجا بودن، اساتیدی که بودن و همچنین پدر بزرگوارم، ما به این قسمت منتقل شدم به بخش معهد عربی یا معهد لغت العربیه و دراسات الاسلامیه. اونجا 5 سال است دوره 5 سال است. و این دوره رو نامش معهد عربی است، متخصصای مختلف داره. معهد لغت العربیه و دراسات الاسلامیه. و در اینجا هم فقه تدریس میشه، هم صرف، هم نحو، همون منهجی که در چون وقتی معهد گفتین یعنی میتون شاید تنها در اینجا نه فقط زبان عربی نیست، زبان عربی باشه. زبان عربی ویژگیش اینه که تدریس اینجا زبان عربی هست. دو ویژگی داره. یکی این که تدریس به زبان عربی است به صورت کامل از ابتدا تا انتها و حتی امتحانات همه چی. و دوم این که مختصرتر هست، یعنی منهج اینجا در حالت عادی 10 سال طول میکشه، منهج کلاس‌های دیگه اینجا منهجش حدوداً 7 سال یا 8 سال، نهایتاً بیشتر طول نمیکشه. من خودم در این بخش مشغول تحصیل بودم و کلاسام اینجا مختصرتر است، تعداد افراد کمتر هستن، ویژگی که داره. و خب زبان هم به زبان عربی تدریس میشه، اساتیدی که اینجا میان. این معهد را میشه تقریبا تشبیه داد به دانشکده دیگه، فاکولته. یک دانشکده. این مقدمات و سطح و عالی یا خارجی که شما اشاره کردین اینا میشه شبیه مدارس شوه که مثلا دارای 10 کلاس 10 صنف یا 12 صنف است. بعد از اون دوره دانشکده شروع میشه. البته ما الان معادل متاسفانه در ایران چون حکومت اعتراف نداره به این مدارس، به رسمیت نمیشناسه. اما مثلا در افغانستان عزیزانی که از دارالعلوم زاهدان فارغ التحصیل میشن و میرن اونجا معادل مدارک دانشگاهی میگیرن، و عزیزانی که مثلا دوره تخصص فتوا میخونن 2 سال در دارالعلوم زاهدان و میرن مثلا در افغانستان وزارت علوم افغانستان به اونها مدرک لیسانس میده با همون مدرکی که اونجا هست. اما در ایران متاسفانه چون خودشون این رو به رسمیت نمیشناسن مدارس رو، مدرک از لحاظ حکومتی مدرک معتبر نیست. اما فضای علمی است الحمدلله و تخصص و فضایی که جالبیش این هست که کسانی که اونجا درس میخونن، ما بعد از مغرب یک ویژگی که من در دارالعلوم زاهدان دیدم و مدارس کلا اهل سنت تابع دارالعلوم زاهدان، حالا اینجا چون من بودم جای دیگر رو من نرفتم به خاطر این نمیتونم نظر بدم دربارشون، بعد از مغرب مطالعه اجباری است. یعنی همه بچه‌ها شما وارد مسجد که میشید، داخل مسجد همه به یک صف، هر کلاسی در یک صف مرتب نشستن روی زمین و سکوت محض، یعنی 1300 نفر نشستن، هیچ صدایی از اینها بلند نمیشه و همه دارن مطالعه میکنن. بین مغرب تا عشاء اجباری، مطالعه اجباری، درس فرداشون رو مطالعه میکنن. مطالعه اجباریه، حضور غیاب گرفته میشه حتی. و بعد از مغرب، بعد از عشاء، بعد از اینکه شامشون رو میل میکنن دوستان و طلبا برمیگردن، باز تکرار دارن. حلقات چند نفری کنار هم میشینن
یک حجم صدای بزرگی در داخل مسجد میپیچه و هر کسی گوشه نشسته و آنچه که اون روز گذشته خوندن رو با هم دیگه تکرار میکنن. من خیلی کار زیبایی است، یعنی حرکت زیبایی است که شاگرد قبل از اینکه سر کلاس وارد بشه با یک مطالعه قبلی وارد میشه. حداقل درسی رو که قرار فردا استاد تدریس بکنه یک مطالعه قبلی کرده و همون رو باز شب در حین تدریس هم طبیعتا بهتر متوجه میشه. اگر سوالی داره براش جا میفته، باز شبش دوباره تکرار میکنه با دوستانش و خوب ذهن نشین میشه براش. و درس ها امتحاناتشون هم به صورت فصلی برگزار میشه، به صورت امتحانات ترم اول و دوم و بعضی جاها به صورت امتحانات فصل اول و دوم و سوم امتحانات و باز پایان هر سال معدل ها مشخص میشه و تمام شورای هماهنگی این چند هزار نفر همه با هم سوال های مشترک دارن. یک امتحان مثلا فلان ماده فقه یا حدیث یا تفسیر در فلان کلاس فلان ساعت فلان روز در تمام بلوچستان یک سوال واحد، یک برگه با هم امتحان میدن در یک ساعت خاص. همه برگ‌ها جمع‌آوری میشه در دارالعلوم زاهدان، سر برگ‌ها کنده میشه، یک هیئت تصحیح اوراق از تمام مدارس جمع میشن، برگ‌ها رو تصحیح میکنن. خیلی سازمان یافته و منظم، یک کار منظمه، یک کار واقعا یک شورای هماهنگی اختصار میشه. این شورای هماهنگی مدارس بلوچستان با مرکزیت دارالعلوم زاهدان یک کار بسیار منظم و موفق. مثلا نفر اول استان در فلان کلاس اول صد، دوم صد، اول خارج مشخص میشه و حتی رتبه مدرسه در کل مدارس مشخص میشه، چون سوالا همه منهج درسی یکی است و حتی امتحاناتشون مشترکه. و الحمدلله یک مرکز تخصصی اسلامی است و بچه هایی که در این فضا کار میکنن الحمدلله کلاس های دعوی و خود حضرت شیخ الاسلام جناب مفتی محمد قاسم خاصمی و اساتید دیگر کلاس هایی دارن برای تربیتی، کلاس های تربیتی دارن، کلاس های اصلاحی دارن. علاوه بر اینکه خب خطبه های نمازهای جمعه هست و این خیلی تاثیرگذار است. چیزی که برای من خیلی زیبا بود مثلا در دارالعلوم زاهدان و زیباست، فضای بسیار معنوی حاکم هست بر مدرسه دارالعلوم زاهدان و مسجد مکی زاهدان و التزام خوبی دارن عزیزان ماشاءالله، ملتزمن به سنت ها، ملتزمن به آداب، ملتزمن به مناسکی که اونجا انجام میشه و یک فضای کاملا معنوی است. فضای معنوی وجود داره و اساتید و شاگردانی که اصلا زحمت میکشن و الحمدلله تونسته مقبولیت و محبوبیت خودش رو به دست بیاره و اساتید حتی شاگردانی هم که از اینجا فارغ التحصیل شدن از این مجموعه، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، چه در داخل خود ایران، واقعا فعال بودن هر جا که رفتن. جناب استاد، یک نقطه جالبی که تا جایی که بنده با برخی از فارغ التحصیلای دارالعلوم زاهدان آشنایی دارم و با ایشان نشست و برخاست کردم، از جمله جناب شما، فارغ التحصیلای دارالعلوم مکی زاهدان اکثرا وقت فارغ میشن با یک هدف، با یک برنامه، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان، حالا چی گفتین، چی در داخل ایران میرن. یعنی هر کدام در راستای یا مدارس دینی یا فعالیت های رسانی یا دعوی در مساجد و دروس علمی با یک پشتکار، با یک برنامه میرن و فعالیت میکنن. ذوب نمیشن در ادارات دولتی یا حکومتی، بیشتر در راستای تخصصیشان مشغول فعالیت هستند و هر کدامی افراد جناب استاد حالا نشوه که تعریف شوه، ماشاءالله از نگاه حتی زبان و ادبیات و نویسندگی و اینا در یک سطح عالی قرار دارن. هر فارغ التحصیل زاهدان یک سخنور است، هر فارغ التحصیل دارالعلوم مکی زاهدان یک نویسنده هست که کمتر در بقیه مدارس مشاهده میشه. مثلا در افغانستان ما درست است بحث سخنوری مطرح هست، وقتی فارغ میشن خطیب خوبی هست اما نویسنده خوبی نیستن. ما در دارالعلوم زاهدان الحمدلله هر ساله علاوه بر اینکه به صورت هفتگی کلاس‌های سخنرانی برگزار میشه اجباری، یعنی هر هفته یک روز خاص کلاس سخنرانی هست خارج از وقت کلاسی که صبح تا ظهر است. مثلا پنجشنبه ها غالبا اون موقع ها برگزار میشد بعد از ظهرها و اجباری بود حضور همه در کلاس، چون غالبا همه هستن دیگه، همون فضای زندگی خودشون هم هست و به صورت هفتگی افراد مشخص میشدن، موضوعات رو انتخاب میکردن، میومدن سخنرانی میکردن در جلوی دیگران. علاوه بر اینکه این جزء به هر حال منهج درسی بود، هر هفته همه کلاس ها باید سخنرانی بکنن، مقاله نویسی، مسابقات مقاله نویسی، مسابقات
مسابقات سخنرانی به زبان عربی، به زبان انگلیسی، به زبان بلوچی، به زبان فارسی، این 4 زبان مسابقات برگزار می‌شد. البته که کلاس‌های آموزش انگلیسی در خود چیز بود، در خود دارالعلوم زاهدان و اصلا کلا یک بخشی در دارالعلوم زاهدان ما مجلات به زبان عربی از صحوه الاسلامیه مثلا یکی دو تا مجلات عربی داشتیم و هنوز بچه‌ها می‌نویسن درش و مجله ها به زبان فارسی، یک روزنامه‌نگار ماهنامه‌هایی که بچه‌ها خودشون نشریه‌های داخلی حوزه بود می‌نوشتن و قلم به دست داشتن و به زبان‌های مختلف و کار می‌کردن و فعالیت می‌کردن و جلسات سخنرانی به زبان عربی غیر از این بخش معهد لغت عربی به صورت کلی در دارالعلوم زاهدان فراهم بود. مسابقات استانی در دارالعلوم زاهدان برگزار می‌شد به صورت سالانه، مسابقات مقاله نویسی، مسابقات سخنرانی و مسابقات شعر و مشاعره حتی برگزار می‌شد. اینها همه مسابقات حفظ قرآن حالا به جای خودش که به صورت کشوری کل اهل سنت ایران شرکت می‌کردن، اینها همه فضایی بود که خب از یک طرف بچه‌ای که اینجا هستن فارغ بالن، یعنی خودشون رو فارغ کردن، کلا وقتشون رو برای درس همونجا هستن 24 ساعت از خانه و خانواده و دوستان و آشنایان دل کندن و آمدن اینجا در یک فضایی که صبح تا شب فقط کارشون این هست که چیکار بکنن، چیز یاد بگیرن و کتابخانه با یک حجم بسیار عظیمی از کتاب‌های مختلف در اختیارشون بود و امکانات هم در اختیارشون قرار می‌گرفت. اساتید هم در خدمت مجموعه بودن و اینه که الحمدلله سبب میشد چون در تمامی ابعاد مختلف فعالیت میکردن و میدیدن. ما مثلا اساتیدی که داشتیم سخنورانی که اونجا بودن، اساتیدی که بودن چه خود حضرت شیخ الاسلام و جناب مفتی محمد قاسمی عزیز و ایشون هم خودشون استادن، قلم دارن، اهل قلمن، سخنورن، چه به زبان عربی چه به زبان فارسی، ادیبند و اساتید دیگری که بودن. همه اساتید هم تشویق میکردن دوستان رو، هم مینوشتن. خود مجله ندای اسلام مثلا مجله وزینی است که از طرف دارالعلوم زاهدان به صورت فصلنامه ندای اسلام سالهاست که داره پخش میشه و فعالیت‌های مختلف، سایت سونی آنلاین و اینا همه یعنی مجالی است که وقتی که برنامه‌ریزی شده در همه ابعاد فکر شده و به صورت عملی داره کار میشه. حالا کسانی که شاید تو مجموعه نبودن از بیرون شاید خبر نداشته باشن واقعا، ولی من که خودم یکی از این کسانی بودم که این افتخار رو داشتم که چند سال اونجا باشم، واقعا به چشم سر می‌دیدیم که فعالیت میشد و کار میشد و حمایت میشد و همدلی بود بین اساتید و شاگردان و این احساس میکنم یکی از رمزهای موفقیتی است که انجام میشد و اینکه بچه‌ها خودشون با نیت خالصانه می اومدن. ببینید که اصلا کسی که می اومد اینجا به نیت مدرک نمی اومد، چون مدرکی در دارالعلوم زاهدان که مورد اعتراف یا به رسمیت شناخته بشه از طرف حکومت وجود نداره. یکی میره دانشگاه، یک دانشگاهی چرا یه مدرکشو میگیرن فلانجا میرم اداره کار میکنم، اما وقتی کسانی میان در حوزه‌های علمیه‌ای که خود حکومت اون رو به رسمیت نشناخته، یعنی شما هیچ مدرک تحصیلی نداری، یعنی شما به هیچ نیتی نمیاد که فردا این مدرک بگیری به دردت بخوره. خب خود به خود برای چی نیت کار نیست. الان من به عنوان نیت مدرک نمیام، به نیت مدرک نمیام که فردا کار دولتی بکنن، چون به نیت مدرک نیومدن، اصلا به نیت کار دولتی هم نیومدن، چون میدونن مدرکی نیست که کاری بکنن. به همین خاطر از اول اومدن به نیت یاد گرفتن و به نیت خدمت کردن و به نیت فعالیت کردن. در کنار این که مثلا خب نمیشه نادیده گرفت نقش عزیزانی که در جماعت تبلیغ در دارالعلوم زاهدان که بسیار فعالان مرکز جماعت تبلیغ دارالعلوم زاهدان به صورت شب‌های پنجشنبه و جمعه طلاب اکثرا میرن، با این حرکت همراه میشن و این حرکت از ویژگی‌های خوبی که داره، من به هر حال هر حرکتی قابل نقده ولی از ویژگی‌های بسیار خوبی که این حرکت داره که دعوتگر رو مجال میده، صحبت میکردن، در جلوی جمع سخنوری میکردن، سخنران میشدن، تمرین میکنن. این همه فرصت‌هایی بود برای تمرین و نیت خیلی مهمه. اونجوری که من گفتم نیت وقتی کسی میره زاهدان در دارالعلوم زاهدان، مثلا با اون یک نمونه میگم، حالا من صحبت از زاهدان میکنم چون خودم اونجا بودم، خیلی از مدارس دیگه هم مثل زاهدان هست، مدارس اهل سنتی که کشورها به رسمیت نشناختن، حوزه‌های علمیه که شاگرد میره فقط به این نیت که قرآن یاد بگیره، حدیث یاد بگیره، فقه یاد بگیره، دینش یاد بگیره و خدمت بکنه. این تصور از ابتدا وقتی همراه هست و اونجا هم تخصص یاد میگیره، وقتی میره بیرون طبیعتاً دیگه نمیشه هم غیر از این انتظار داشت که بتونن جناب استاد سلیمان در دقایق پایانی یک قسمت از قسمت‌های برنامه با دعوتگران قرار داریم. چند سال در زاهدان باقی موندید؟ 5 سال اونجا بعد از اینکه از حفظ تمام شد، 2 سال حفظم بود، 5 سال هم اونجا بودم، یعنی 7 سال بودم. البته من تمام نشد درسم در زاهدان، منتقل شدم به ایران شهر. 1 سال در مدرسه دارالعلوم حقانی ایران شهر بودم، مدرسه‌ای که از مولانا ابراهیم دامنی رحمت الله علیه یادگار مانده بود
و یک سال منتقل شدم به مدرسه در خاش به اسم مخزن علوم خاش و در مجموع من 9 سال رو در بلوچستان بودم که 7 سالش در دارالعلوم زاهدان بود، 1 سال در ایرانشهر و 1 سال هم در خاش من بودم منتقل. صحبت‌های شما انشاءالله همچنان در قسمت بعدی برنامه ادامه خواهد داشت و تا آن دم و آن لحظه همه بیننده های عزیز و گرامی را به پناه حضرت یکتای به همتا می سپارم و انشاءالله منتظر ادامه صحبت ها با جناب استاد سلیمانی، ادامه خاطراتشان و فعالیت هایشان در برنامه آینده باشید. خدا نگهدار. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا